مهم نیست چقدر خوب باشی، مهم نیست چقدر با استعداد باشی. بعضی وقتها هست که اوضاع اونطور که باید پیش نمیره و تو باید باهاش کنار بیای. ممکنه اونقدر درد در زندگی تجربه کنی که زمینگیرت کنه و باعث بشه باور کنی که نمیتونی. باور کنی که دیگه برای تو تمومه. نه، اینطور نیست. تسلیم نشو. تو واقعا تاثیرگذار هستی. هر چقدر هم که ضعیف باشی، هر چقدر هم که خسته باشی، هر چقدر هم که اشتباه کرده باشی، ولی تو واقعا تاثیرگذار هستی. چیزی وجود داره که اگه تو نبودی از دستش میدادند. چیزی وجود داره که اگه تو نبودی دلتنگش میشدند. تو واقعا تاثیرگذار هستی. لازم نیست خودت رو مجبور کنی یا به خودت انگیزه بدی که منفی فکر کنی، افسرده باشی، دنبال انتقام باشی، بخوای تلافی کنی، خودت رو سرزنش کنی، احساس گناه کنی. برای این کارها نیازی به هیچ تلاشی نیست. ذهن تو روی حالت خودکار قرار داره. به تنهایی این کار رو انجام میده، اما اگه میخوای شروع کنی به حرکت به سمت خودت، اگه میخوای واقعا از یک زندگی شاد، موفق و سالم لذت ببری، باید حاضر باشی خلاف جریان آب حرکت کنی. باید حاضر باشی ارادت رو مهار کنی و بگی علیرغم اینها من اینجا کنترل رو دست دارم. نمیذارم این من رو پایین بکشه، نمیذارم من رو نابود کنه. تو این رو میخوای و تمام تلاش تو میکنی تا به دستش بیاری. باید عادت کنی که هر روز رو با تایید خودت شروع کنی، چون زندگی ماراتونه و این ممکنه یک مرحله چالش برانگیز باشه که در اون حس کنی من دیگه تسلیم میشم، این کار رو نمی کنم. جهنم که بشه باید روی خودت تمرکز کنی و همونطوری که خودت رو متقاعد میکنی، همونطوری که خودت رو راضی میکنی، هر روز شروع به دیدن تفاوت در کارهایی که انجام میدی میکنی. هر روز به خودت بگو باز هم شروع میکنم و من اون چیزی رو که لازم دارم. امروز روز منه و هیچ چیز بیرون اینجا نمیتونه من رو متوقف کنه و برام مهم نیست کی جلوی منه. اونها من رو متوقف نمی کنند. ما این بازی رو به پیروزی تبدیل می کنیم و تا زمانی که به دست نیاری متوقف نمیشی. نیاز به جرأت داره. باید عمیقاً به درون خودت بری تا دوام بیاری. به تلاش ادامه بدی. باید بارها حاضر باشی به رد شدن و نشنیدن و بارها با شکست روبرو بشی و هر بار که زندگی تو رو زمین میزنه بلند میشی و میگی تا زمانی که برنده نشدم تموم نشده.